با نام یکتا پروردگار هستی بخش علیرضا دانافر هستم و امروز همراه شما هستم با یک سری توضیحات در مورد کتاب اصول تدوین برند بوک که روی وبسایت akodan.com قرار گرفته و عملا این کتاب از یک سری دغدغه‌های شخصی من برمیگرده توی بازار کار، مشکلی که وجود داشت و عملا منبعی رو ما نداشتیم تو حوزه طراحی برند بوک و منابع ما بیشتر همین برند بوک هایی بود که معمولا از برند های مختلف سراسر دنیا دانلود میکردیم و اونها رو میدیدیم و عملا سعی کردم در این کتاب یک سری دغدغه و کمبودهایی که توی طراحی گرافیک وجود داره و توی حوزه مخصوصا طراحی برند بوک که خیلی منبع قدرتمندی رو ندیدم به زبان فارسی و عملا سعی کردیم با آماده کردن اون یک سری اصول و قواعد رو بنویسیم و بگذاریم و نمونه هایی رو مخصوصا بررسی کنیم تو حیطه برند های مختلف که بتونه به افراد طراح یا کسانی که میخوان برند بوکشون طراحی بشه از این اصول و قواعد آگاهی داشته باشن و طبق این اصول و قواعد بتونن یک برند بوک قوی رو برای اون برند طراحی بکنن و داشته باشن که یکی از معضلات خیلی از طراحان هستش که عملا وقتی سفارش یک برند بوک رو میگیرن یک سردرگمی وجود داره و نمیدونن از کجا شروع بکنن به کجا ختم بکنن و ما سعی کردیم توی این کتاب برند بوک به بخش‌های متن محور در داخل برند بوک، حالا بخش سخن مدیر عامل، هدف‌ها، نمیدونم مقدمه، زیرشاخه‌های برند یا اهمیت برند بوک، اینها رو بررسی بکنیم، نمونه‌هایی رو آوردیم و از اون طرف اصول فنی از طراحی لوگو، اصول و قواعد هویت بصری و طراحی گرافیک محیطی و نمیدونم تبلیغات و موارد دیگه که خیلی حالا آیتم هاش هم زیاد هست سعی کردیم تک به تک داخل برند بوک کتاب اصول تدوین برند بوک بررسی بکنیم، مخصوصا نمونه هایی که آورده شده و متن هایی که راجع به اونها اومده و بررسیشون کرده به شما خیلی کمک میکنه که با توجه به تجربیاتی که تو این کتاب به دست میارید اون برند خودتون هم رو بتونید براش یک سری اصول و قواعد رو طراحی بکنید و عملا نتایج خوبی رو ازش بگیرید. این کتاب سعی شده که یکی از بخش هایی که تو حوزه گرافیکمون ضعف داشتیم رو کمک بکنه و ارتقا بده. خب مسلما نقاط ضعفی هم داره، نقاط قوتی هم داره، نیاز هستش که کاملتر بشه که از شما تقاضا دارم اگر کسی هستش که دوستانی هستید که این کتاب رو گرفتید و مطالعه کردید یا قراره این کتاب رو از وبسایت akodan.com تهیه بکنید و مطالعه بکنید، حتما تو بخش کامنت ها نظرات خودتون رو تو بخش های مختلف نقاط قوت این کتاب، نقاط ضعفش رو بهمون بگید که ما اون طرف باز کاملتر و آپدیتش بکنیم که یک منبع غنی رو تو این حوزه داریم که دغدغه بسیاری از برندها و طراحان گرافیک تو این حوزه هستش که ما عملا یکی از ضعف‌های بزرگمون تو حوزه هویت و شکل و شمایل و ریخت ظاهری و باطنی حتی برندهامون هستش که خیلی تو این زمینه وارد نشدن بعضی‌ها و حتی خوب کار نشده، در صورتی که نیازهای اساسیش تو جامعه صنعتی ما واقعا داره دیده میشه و اگر نکاتی هستش حتما روی وبسایت بر ما بگذارید تا بتونیم این منبع رو باز ارتقا بدیم تا به افراد بیشتری این حوزه کمک بشه. باز هم سپاسگزار شما هستم که دنبالمون میکنید و ما رو میبینید و آرزوی سربلندی برای شما و جامعه گرافیک و طراحی کشورمون دارم. سربلند باشید.